اونایی که فکر میکنن عاشقن تا آخر گوش کنن. عشق اسم یک ساز بود تو زمانهای قدیم. عاشق هم کسی بود که این سازو به صدا در می آورد که الان هم توی ترک زبونا ازش استفاده میکنن. چیزی که الان ما بهش میگیم عشق، بهش میگن علاقه شدید قلبی که اوجش توی یک مادر فقط پیدا میشه. اگه شما عاشقی و معشوق تو 5 سال نبینی، از یادت میره، فراموشش میکنی. ولی اگه یک مادر 30 سال 40 سال بچه خودشو نبینه، روز به روز دلتنگتر میشه. سلامتی هر چی مادر. ای گمنام کسی یکی داری؟ آره 18 سال. آره دومار مادر کی داری میگردی؟ ببین مسیح تو بسکنه اومدم دوستاتم دیدم مامان، تو نبودی مامان، دیگه میرم خونه مامان. قربونت برم